آقا 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 کدوم آقا؟ همون آقایی که هر وقت دلم بگیره فقط صدا میزنم یا من. آقام 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 آقا اگه جلو صدا نزنم کیو صدا بزنم؟ اگه از تو خجالت میکشم مادر تو صدا بزنم؟ روم میشه ازم مادر تو صدا کنم؟ آقا جان آقا 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 شب آخر درگی باطنی مادر. آقا درسته نمک خوردم، نمک دوشی گزدم. آقا درسته هرچی به من خوبی کردی جز بدی هیچ چیزی جواب تو ندادم. درسته گفتم دلتنگ کربلام، تو واسطه شدی رفتم کربلا. درسته گفتم دلتنگ امام رضا، تو واسطه شدی رفتم امام رضا. گفتم عشق چشم بهم دادی، گفتم دل شکسته آقا بهم دادی. خلاصه هرچی از طرف تو اومد اجابت و خوبی، ولی هرچی از طرف من اومد آقا 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 فقط میتونم مثل همیشه بگم شرمندم. آقا جان بازم مثل همیشه بگم دست درد نکن آقا. آقا جون تو که برامو جالا خوب اربابی کردی، ولی هنوز یه چیزی تو دلم مونده آقا. اگه امشب نگای بهم بدی دیگه که حرف امشب چیه؟ حرف امشب باغان چیه؟ آقا دلم سالات حسرت یه نگاه تو داد، فقط یه نگاه، فقط یه نگاه آقا. نمیگم دست به سرم بکش، میدونم لیاقت ندارم، فقط یه نگاه یه نگاه یه نگاه. گفتن خونه بیبی زهرا رو بسازیم امام زمان بیاد نگاه کنه. آقا اومدی؟ گفتن یه شب قبرستان بقی بسازیم امام زمان بیاد بقی رو ببینه. آقا اومدی؟ آقا جون میدونم مزد همه اینها به جا، میدونم اگه بخوای میتونی مدینه بهمون بدی، میدونم اگه بخوای کربلا بهمون بدی کربلا رو میدی، ولی مدینه و کربلای بی مهدی. آقا جون چی بگم دیگه بهت؟ آقا جون درسته هرچی ناز کنی بهت میاد آقا. آقا هرچی ناز کنی بهت میاد آقا. ولی آقا من که چیزی ندارم که خریدارت باشم، جز گناه چیزی دارم؟ تو که پرونده و بهتر از خودم میدونی، تو که بهتر پرونده و دیدی، تو که دوشنبه و جمعه پرونده و با میکنی. دیگه از خودم خجالت میکشم، بس که امام زمان سر بلند میکنه میگه خدایا به من مهدی ببخشه. آقا یه حرف دلم و دیگه کی میخواستم بهت بزنم،
اگه امشبم نخوای گوش به حرفام بدی دیگه که